نمیره در خونه بعد برابرم بجمی. من براش ما خدمتگار آوردگن سحر برای تو چای که عبید اوقات بپز. خونه گرمه داره. نه خونه گرم نیست. نه اومده بودن سویتو را پل بریدن رفتن. سومی سویتا ندادن گفته. هزیم هم نداریم امو مایده کده. یک روز اگر اوقات دا گوش نباشه خطا دیوانه میکنی. مرده که گوش میاری که امروز ما گشنگی دا مردیم. اوقاتی به گوشت نمیخوری، چای به اصل به قند نمیخوری. مؤلفی سناریو و کارگردان رجبعلی ابرانی. گوش کنید دادر جان. ما یخ کنم میفهمی. بیا بریم که من خدمم تو نه که کودکا داشتی کودکات کو کام بردار گشتیم. نه جا گشتن همیشه رفتیم رسیدیم اونجا گشت بخت خدا خدا همون خیرمونو سری میره میگیریم بک خوجا جوی پسترانی خونه میره میگیریم اینجا ای برای هم بیا بریم که من اونجا مشکل دادر های شیگل نیست یک کودکا بوده بگه یا برندم میوی بستم میریم میزنیم میریم بگه اونجا تو چکار که کاری سب سازش کاران سبز زایدن نظرت این همه خدمات تای تنه میکنیم یا ایچین دلی خدمه یا نه بدرو رئیس شمیره رئیس شتا برم من بگردم برم که من رئیس مایده کنی گفتم به حرفم برید تو زمست برای از مایده میکنی علاف مایده میکنی بکر بگه بیوم میره مو قدوادی نکنیم همینی خیر دوای زنک زنک هی زنک آمده مرده. بیا یخ قدمه. چه قدم آمده؟ او آدم یخ کردم من نمیاد خونه گرمه داره. نه خونه گرم نیست. نه اومده بودن سویتو را پل بریدن رفتن. سومی سویتا ندادن گفته. هزیم هم نداریم امو مایده کدگیش ما را استفاده بردیم دیگه نیسته. 4 دونه کندم مونده قد زدم نتونستم کده که اگه چیزک بپزم اوقات هم نداریم هیچ نیسته اوزی. سیتو را بریدم نو بودش که بریدم بگم برام قشا میارم خانی میکنم میشینیم هیزم نداری و چند قدر کرپا لگه میپیچیم خوب میشیم تو من فهمیدی او سومی که من در چوچک بین میتونمش میزنمش کیفش میکنم با من او پیلوسه پیش برو خدای اکای شمس اکای شمس سورایا تو میگی در خونه یا یگان آدم زندگی نمیکنه سورایا السلام علیکم آبی اکا جان دختر هستی نمیجده کی جده ای از نی نمیدونم بعد مون برو مادر رفته گیم دستر بیای کاکا درای
چی حال دارین در خنکی؟ چی گپه خواهر جون؟ چی احوالای خنکی در خونه تون؟ نه سوید نه لو چی حاله؟ چی احوالای؟ 3-4 روز میشه که اومده سویتو بریده رفتگیم. نه هیزم داریم نه یگان چیزی خوردنی. راستی گپ شوهرم هم نیسته، نمیبیا خونه. در یک هفته 2 بار میبیا یا که دیر میبیایم. مقصد نیستنده که خواهران مادران و پجونکای ما برای معاش خوب گرفتن، برای زندگی را تنج کردن دیگه شرط نیست که شما در گرمی و سردی ای خونه ببروین خودتون غم بتین. شرکت فابلیک برای هر یک شما شرایط خوبی کار فراهم آورده که شما میتونید در خونه بشینید، در خونه نبروین، کودکا را نگاه کنید، زندگی را پیش برین. اینچنین با بیزنس خودتون توسط همین تلفن موبیلیتون پیش برده هر ماه ای 3000 سر کرده تا 15-20000 تومانی پول به دست بیارین. برای به کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست، زبان‌های خارجی دانستن لازم نیست. دانشجو دخترکا 100% میتونین کار کنین. اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنین شما هم 100% میتونین کار کنین. فقط 3 ساعت وقتتون صرف میکنین در روز و هر ماه اینم خیلی معاشای خوبه به دست میارین. برای به کار قبول شدن یگان کس التماس نمیکنین، یگان کس پول نمیدین. کار آسانه کی. فقط واتساپ دایرکتری شرکت فابلیک اپای آیشه جان ده. اینامی دو درکتون رجبالی ابراهیمی مراجعت میکنین. اپای ما تمام نزدیکی کار نقطه به نقطه شما را یاد میتم میفهمونه و بازینه دایرکتری و با معاش خوب هر یک شما را برده میرسونه. در شرکت فابلیک کار کردن چه خوبی داره اپا جانکای من؟ 21 روز پس معاش میگیرین. غیر معاشای میگرفتگیتون هر ماه توفه میگیرین. غیر توفه های میگرفتگیتون وقتی که شما کم ترکک حرکت میکنین و در مدت 2 ماه 3 ماه دایرکتر شرکت فابلیک میشه، در این حالت 20000 تومانی شرکت فابلیک شما را توفه میده. این چونین باید چلای طلای دیگه ایجانی بیا پای آیشه جان قبول میکنین. برای همین حرکت کنین، هم کار کنین، هم زندگی را پیش برین. کودکان سوید نه لو چی حاله؟ چی احوالای؟ 3-4 روز میشه که اومده سویتو بریده رفتگیم. نه هیزم داریم نه یگان چیزی خوردنی. راستی گپ شوهرم هم نیسته، نمیبیا خونه. در یک هفته 2 بار میبیا یا که دیر میبیایم. مقصد نیستنده که کار میکردن یا سویت سومشا میسپاریدن. همون سومی سویت چه اقلا سپاریده نمیتونه. چی بابای رنگ روت خیلی پریدگیه؟ به حال و به مداری. راستی گپ مزم نشید. چند روز شده همینجا در خوابم تسب میکنم. یمی همسایه رو برامون زنه که خوبه که دارو میبیارم. نگاه که دستن من 2 روز میشه شوهرم نیسته خونه ده. بعد شوهرت که یردمت نمیکنه، شوهرت که سراغت نمیکنه، دارود نمیاره، درمونت نمیاره. بعد خیلی خودت فهمیش نداری که یک بار زنگ بزنی اکا جون من خیلی وضعیت خونم در سوید ندارم، خوردنی ندارم، در پیچکم ملو ندارم. خیلی آدم زنگ میزنه. شوهرت که نمیاید ما نمورده ایم. ترای خیلی شوخی نبره. این همی گریپ های که یوج هستن نمیدونم یا ویروسن چی هن. همی بسیاری آدم های هم خیلی شوخی شو بود تا با کم خدا بسیاری ها را ای پا غلطونده. فهمیدی مرا؟ خیلی شوخی نبره. خیلی چکا کنیم اکا جان زندگی؟ خیلی چکا کنی؟ من نموردم. تلفن آدم زنگ بزنه که اکا سلامتیم خوب نیست. شوهرت که نگاه بینید نمیکنه. نوزم از زنگش میزنم میبرم خدم. تلفنش کار نکیسته. خیلی لیبوساکو تا پوش جمع که لیبوساکو تا جمع که میریم خونه. خیلی نه اکا جان نمیرم. ولی من بیا که یکی میومده گیستن برای چی که ولی رمو با میفهمند مقصد یگان گم میگه نمیخوام زندگیم ویران شد اکا جان. گوش که خواهر جان شوخید نبره. من خودم زنگ میزنم خطیش گپ میزنم تلفنش جواب بده. اون نمیآید. او آدمی که جورابوزی و عرقخوری و دیسک کلوب که گشت او تمام زن اویله همه چی را فراموش میکنه. فهمیدی مرا؟ خیلی دری احوال مطرح چه خیلی پرتو میرم. 1000 گپ 1000 کار شدنش ممکنه. با یک کس خطید نیسته. خیلی
جمع که لباسات هم خودم قضیه صحبت میکنم. این وضعیت تر بی ممبری. خب اکا جان عزیز یا بسم الله. بعضی او را صدقه زن فرزند کنه، صدقه گفتی هم گپا زندگی آباد کنه. بچه بخاطر عرق خوردن و کیف صفا نخواه که زن فرزند هم خیلی خورزار کنی، آیله هم خیلی خورزار کنی. آمدم. نزی. بگذار خواهر جان. بیا سلام اصلا. ینگای تو. لغزی سازی. دختر بانوز. همون کنم است که یادت کنه. بریم خبرت بگیریم. بیاین. بیا مردک. بگذار بیا خواهر جان. مردک. بیا. بدرین. درم. میگم کدام شمالا شما را پراند آورده. بیاین نه مهمون رفتم مردک. نه که گفتم جمع میکنم. خیلی شما. کی بود میمون؟ کی بود مدارک ندارم؟ بیش خواهر جان اینجا. این نمیدونم بانیتسا میرفتیم کجا میرفتیم. بشینین کو. نه ما که جمعگیر میکنم که شما اومده نمیدونم چای داره نداره. میمون تو هم قد چوی خریب دست نکی در خونه چوی نمونده. چوی بگی بیا. جمع کرده استبدم. چی که؟ سازی تو دختر بناز خوبی؟ چی تا با قاش قوقت انداختگی؟ سیدکک تا اون پر چوی بگی بیا کی زنک؟ چوی نه بگی. نمده. خوش خواهر جان. مقصد ما زندگی تر ویران کردن نیستی. مقصد ما زندگی تر برباد دادن نیستی. مقصد خواهر جان من. شوهری تر 3-4 بار زیاد فهموندیم. گفتیم اکا جان همین عرق خوری، جورابازی، شوگردی کاری خوب نیست. یگان کس ای کارو برکت نیافته است. یگان کس ای کارو مدال ندادند، جایزه ندادند. زندگی تا بقب زندگی تا سخت بخب نکی کارو را نپرداف. هر روز عرق خوری، هر روز مینوشی. در خونه تو نه سویتای، در خونه تو نه اوقاتی حلالای، نه یگان شرایطی سازای. برای همین تو انمو شوهرت اصلاح شدنه اینمی خونه دا میستی، خونه خودت داری. من برادرتم. اینمی خونه خودت داری، میستی همیجا. کدام وقت شوهرت اصلاح شد، خطای خودش فهمید، بعد میبرد با آرام و آسوده زندگی میکنید. با نصیحتش کرده استای بیستا گفته. ای اولی مرا خیلی میکنم که سیدکش خودش میگیره و میپرویم میروه. فهمیدی خواهر جان؟ هرچی که شما بگین اکا جان. خیلی میبینیم. میجگانه؟ او میجگانه؟ آمدم مردک. اینه مردک جان. اینه. همه چه اینه شویه یه ساده میاری. خوش اومدی. این از اوقات هم میمونم گرم میکنم. بگی پیولامو بگی بیا. اینه. بچه‌هاشون اونو ماده بودن نه رفتن. بگی زمان جون پیولا میولا بگی بیا ایسوسه که اونجا زواز که اوفه ها سوریا بیا ینگا جان. اومد یکت هم میفهمی و یک لطه را میگیری ایجا را میشکی اوجا را میشکی یک بروش خونه نمیره. بگو ینگه چی حال داری؟ ای سر توب بگره در هموش خونه رستم دستم دادرینی او کوسه بوشو اوقات بکه بهونه تیار یافتی در همون خونه شد بدی نمیکدی همی کارو را. مهمونی رفت 16-17 روز میشه امروز که همی جدهی نمیره دروش خونه بعد برابرم بجمی. ما براش ما خدمتگار آوردگن سحر برای تو چای که عبد اوقات بپز.
янга ҷон, ҳар кас ба таби дили худаш авқот мепазад. Ман нахостам ки шумо нароҳат кунам. Ба хотири ҳамин накардам авқот. Агар не шумо равен дар оҷа шинем, ман ҳамаша худам тайёр мекунам. Шумо дастотонро дар об назанед. ای بهونه نکو ای قدر هنر میداشتی حالی در خونت میشیشتی بهونه میکنین که شب هرامون شب دیر میویا یک خوراککی نقص پس اومده در خونه میخره نمیره در قدی کوچه نمیخره خی نوشید مردک پول داره مینوشه بعضا وقتا هم یک هم دیر میویا نه که من زنگ نمیزنم بیاین من چیزا من جمع کردم بگیرین مرا ببرین بگم بعضی دخترها همه تون در بهونه گمین دویده کده خونه و چند برین بشینیم گفته کیرا نمیفوره خدمت بیا مردک چی گپ پایزانک؟ سوال برد اوجا بشین آوازات ها و قدی کلیدو را رفته سه چی خیلی لکسیه داری؟ برای چوی بگی بخواه جون چوی دم که؟ ها؟ شنو مردک معلومه چی دکی؟ او نه اوجا بشی؟ اوجا بشی من مردک. خطی گپ دارم بشی؟ چی گپ های؟ هیچی نی مردک جان همین سرای را نصیحت کردم شو نصیحتو خوب کردی هم من نصیحتو تو یک تا با یک تا شنویدم با که با مرا تو او نصیحتگارم زندگی میفهمیدگی در زندگی گویا با درجه تجربه کلان داری که ها یک روز اگر اوقات در گوش نباشه خدا دیوانه میکنی مردک کی گوش میاری که امروز ما گشنگی در مردیم اوقاتی به گوشت نمیخری چای به اصل به قند نمیخری ها نانی کم ترک یک روزه قاق میشه و نمیخری امروز باشه خواهری مرا از زندگی نصیحت میکنی ها باید صبر میکردی باید طاقت میکردی باید خیلی میکردی ها با تو زن خواهری مرا نصیحت میکنی ها ای خدای کاش که نمی اومدم سبب جنگ و جنجالی یا همه شایروی مای کاش که گپ یکم من گرفته نمی اومدم ای خدا جان ای خواهر اپد میویا اکاو دودرد میویا خش تبارد میویا 7-8 نمود اوقاتشون میکنی من مینت نمیکنم ششلیکشون میکنی آششون میکنی شورباشون میکنی تمامی چیزی دنیایی را میکنیشون آششون شوه تشکیلیشون میکنی میزنن میروان امروز خواهری بیچاره من در خونه من ای مجبوری من رفتم آوردمش زبان شباز نکرده که اکا من شرط شرایط زندگیم بزه بای فهمیدی؟ سخن نکرده است در خونه خواهری من نه خراکای نه سویت در نمی خنگی در نمی زمستان که تو اگر نیم ساعت به سویت بمانی کو ممکن خطا بکشی نه که او بیچاره صبر کرده طاقت کرده شوهرش عرق نوشی میکنه در 2 شب 3 شب یه بار خونه میاد تو باشی میگوی تمام مرا جینو میخرن جینم زد نمی چیم زد نه که او صبر کرده است طاقت کرده است ای ما کشم در کشم ما خود میرم در ها بیرون از زندگی میکنم نه که خواهری ما این ناموسی مای این وجدانی مای این آبروی مای ما به خاطر خواهرم جان نمیتم لازم شه به خاطر فرزندی پدرم ما زندگیم دست نمیکشم تو زنی مای اویلای مای ناموسی مای در برابر خواهرم نه که ما توری زنه 10 تاشم میوم ما فرزندی پدر ما هیچ وقت نمیوم فهمیدی درباره زندگی مردم خلاصه برآوردن درباره زندگی مردم گپ زدن آسان ای همه میتونه آزاد گپ زنه درباره زندگی مردم نه که در جای دیگر زندگی کردن آسان نیست مشکل ای تا یه روز به سوید برای زندگی که یه روز به خراک زندگی که یه روز زندگی که دخنه که بعد میفهمی ایوتا همه وقت خداوند شکرانه که ترا خداوند شوهر مهربان داده شوهر دلسوز داده شوهری داده که بره ایران نیست مؤلفی سناریا و کارگردان رجبالی ибронӣ